سلام، کاویانی هستم از چیستیو. ادامه جلسات پیش رو بریم در مورد جاوا و امروز میخوایم بریم سراغ درس 3 و توی درس 3 یه خورده در مورد متغیرها بدونیم، در مورد متغیرها با هم دیگه صحبت کنیم و یه چند تا حالا عمل اصلی رو با متغیرهای جاوا با هم دیگه انجام بدیم. یه فولدر جدید بذاریم باز کنیم اینجا، یه فولدر جدید lesson 3 و خود این فولدر رو بازش کنیم. اول من ایست بگم، ببینید بچه ها کلن، حالا بچه هایی که حالا زبان برنامه نویسی یا کمتر کار کردن یا کار نکردن، بله قبول دارم اول کار یه خورده ممکنه گیج کننده باشه، ولی شما تا جلسه آخر رو ببینید، دوباره برگردید از اول، شروع کنید دوباره از اول، ببینید در واقع ویدیوها رو، این سری ویدیوها رو توی دفعه دوم میبینید چقدر خیلی از مباحث براتون باز شده و دفعه سوم دیگه به قول معروف اون میخ آخریه که به تابوت جهل و نادانیه تو حوزه برنامه نویسی میزنید. این رو دقیقا همه ما تجربه کردیم که مثلا فرض کنید ما خودمون اول کار وقتی خب برنامه نویس نبودیم یا خیلی کم کار کرده بودیم در سطح دانشگاه، یه نمیدونم مثلا یه سی پلاس پلاسی کار کرده بودیم، وقتی واقعا می‌خواستیم بیایم برنامه‌های جاوایی یا پایتونی یا پی اچ پی بنویسیم، اول کار که حالا ویدیو رو می‌دیدیم یا مثلا یه کتابی رو می‌خوندیم، واقعا فکر می‌کردیم خیلی جاهلیم، خیلی نادانیم. ولی بعد دفعه دوم که شروع کردیم به خوندن همون کتاب، یعنی مثلا کتابو تا آخر خوندیم، پی دی اف رو تا آخر خوندیم یا مثلا ویدیوها رو سریش رو تا آخر دیدیم، بعد برگشتیم از اول دوباره شروع کردیم به دیدن ویدیوها. دفعه دوم خیلی از مباحث برامون باز شد و دفعه سوم دیگه به قول معروف میخه آخر توی جهل و نادانی خورد توی حوزه برنامه نویسی و تونستیم حالا تقریبا تمام بچه‌هایی که توی این حوزه کار کردن و شما هم همینطور قطعا میتونید خیلی راحت با یک بار دو بار دیدن، دو بار تکرار یا یک بار تکرار ویدیوها، یعنی با تا آخر ببینید کل ویدیوها رو و بعد دوباره برگردید از اول ویدیوها رو ببینید، خیلی مباحث براتون باز میشه و کامل میتونید از ویدیوها استفاده بکنید. این یه نکته‌ای که برای بعضی از بچه‌ها که شاید فکر میکنن یه خورده چیزه، حتما گفتم که در واقع بدونم، حتما هم کد هایی که اینجا میزنم خودتون توی خونه بزنید. ارور بهتون میده قطعا اول کار، سیمی کالم نمیذارید یا عالم چیزای مختلف، هیچ اشکالی نداره. اول کار باید این مشکلات رو بهش بر بخورید. اگه بهش بر بخورید این مشکلات رو، طبیعتا بعد از اینکه حلش کردید دانشتون یک واحد میره بالاتر. خب بریم سراغ این جلسه. نیو فایل، یه فایل جدید بسازیم. مای حالا دیگه اسمش رو یه چیز دیگه بذاریم، مثلا امروز میخوایم بریم سراغ متغیرها. یه اسم بذاریم، چیستیو کلکولیتور دات جاوا، یه کلکولیتور خیلی ساده با جاوا. خب برنامه رو میخوایم بنویسیم. قبل از که من بگم آروم آروم ببینید دیگه خودتون میتونید شاید شروع کنید به نوشتن برنامه ها. البته حالا طبیعتا اول کار شاید خیلی به اصطلاح اگه بلدم نباشید هیچ اشکالی نداره. پابلیک کلاس اسمشو میذاریم اسم همون فایل، چیستیو کلکولیتور. کلاسمون رو میسازیم، محفظه اصلیمون رو میسازیم. مینمون رو باید بسازیم پابلیک. استاتیک، در مورد اینو توضیح میدم، پابلیک چیه، استاتیک چیه، void چیه، مینم که اسم کلاسمونه. این رو هم توضیح میدم که ورودیمون هست. گفتیم متغیر چیه؟ یک عنصره که توی رم حافظه میگیره. مثلا یکی که جلسه قبل دیدیم اینتیجر بود،
اینتیجر چی کار میکرد؟ مثلا اسمشو میذاریم first number، یه عدد 123. 123 رو عدد 123 رو میرزه توی فرست نامبر. نوعش چیه؟ اینت. اینت یعنی به اندازه یه اینتیجر، به اندازه یه عدد صحیح تو حافظه فضا بگیر. حالا ما یه عالمه تایپ های مختلف داریم، فقط اینتیجر نداریم. در واقع توی جاوا تایپ هایی که هستن دو نوعن، تایپ های اصلی، تایپ های فرعی. تایپ های اصلی مثل همین اینتیجر که خب یه عدد، در واقع یه عدد ساده بدون اعشار رو میتونه توی خودش جا بده. البته این محدودیت داره. محدودیتش چرا محدودیت داره؟ چون اگه بیشتر از اون عدد رو بریزید تو متغیر، دیگه حافظه رم، اون حافظه‌ای که به اندازه اینتیجر گرفته، پر میشه. درسته؟ حالا با محدودیتش کاری نداریم، ولی بدونید محدودیت داره. مثلا اگه بخوایم اون محدودیت رو یه مقداری بزرگترش کنیم، از لانگ استفاده میکنیم. لانگ همونه، فقط عدد خیلی بزرگتری. مثلا میذاریم second number، یه عدد خیلی بزرگ جا میشه توش. این که اینت تا کجا جا میشه و لانگ تا کجا جا میشه رو نمیگم، خودتون سرچ کنید تو اینترنت. یعنی متغیرتون این از نوع لانگ، محدودش تا کجاست، یعنی مثلا تا چه عددی رو پوشش میده، اینتیجر تا چه عددی رو پوشش میده، اینو نمیگم، سرچ کنید. تا آروم آروم دستتون هم تو سرچ کردن قوی بشه. البته خب خیلی‌ها که این ویدیو رو میبینن دیگه خودشون برنامه نویسن و میدونن که باید سرچ کنید. حالا ما خیلی راحت میتونیم اعمال ریاضی رو اینجا انجام بدیم. چه شکلی؟ یه متغیر دیگه میسازم، لانگ هم هست، اسمشو میذارم first second sum. اسمش اینه. فرست نامبر رو هر چی توش بود، کاری ندارم چی توشه، میام جمع میکنم به علاوه دیگه با سکند نامبر، میذارمش توی فرست سکند سام و با سیستم دات اوت دات پرینت ln فرست سکند سام رو که جمع فرست نامبر و سکند نامبر رو با هم دیگه در جمع کردم، ریختمش توی فرست سکند سام، نتیجه این رو ریختم توی، ببینید اولین اجرا میشه، نتیجه رو میرزه توی این. حالا این نوعش چیه؟ خودش نوعش لانگه. اینو میام پرینت میکنم، ببینیم چه حالا اروری میده در واقع، یا ببینیم چطوری اجرا میشه. یه کنسول باز میکنم، جاوا سی چیستیو کلکولیتور دات جاوا، میاد برای من فانکشنم رو در واقع کلاس هامو جدا میکنه و کلاس هامو میسازه. میگم با جاوا چیستیو کلکولیتور، یعنی کلاس چیستیو کلکولیتور رو برو اجرا کن. این دوتا رو با هم جمع کرد، نتیجه ریخت تو این و این رو پرینت کرد. این هم خودش از نوع لانگ. بعض وقت اگه اینو اینتیجر بذارید، چون این لانگه، این اینتیجره، این دوتا رو با هم جمع کنید، ممکن نتیجهش بیشتر از اینتیجر بشه، یعنی از محدوده اینتیجر خارج بشه و بتون ارور بده. خب اولین کلکولیتور خیلی ساده رو ساختیم، دو تا عدد رو با هم دیگه جمع کرد، برگردون. بریم یه خورده این کلکولیتور رو پیچیده ترش کنیم. البته خاله پیچیده تر که نمیشه گفت، ولی بیام عدد اعشاری بدم. عدد اعشاری دیگه توی اینتیجر و لانگ ساپورت نمیشه. چی ساپورتش میکنه؟ فلوت و دابل. فلوت برای اعشاری 4 بایت حافظه میگیره و دابل برای اعداد اعشاری که حالا حجم بیشتری میخواد. حالا این دوتا رو با هم جمع کنیم، نمیتونیم بریزیم. ببینید این اعشاریه، اینم اعشاریه. خب این دوتا رو با هم جمع کنیم حاصلش میشه یه عدد اعشاری. خودش میفهمه. بذاریم من اینو سیوش کنم و اجراش کنم. کامپایلش میکنیم دوباره، ببینید چی شد. میگه آقا
در واقع ارور ما از اینجا تو ارورز. ببین داره میگه تو ارورز. خب دو تا ارور داده. اوکی چیکار کنیم حالا؟ یکیش اینه یکیش اینه. incompatible types میگه من این دوتا رو که با هم جمع میکنم دوتا اعشاره. خب با هم جمع میکنم نمیتونم بریزم تو لانگ چون این که اعشار رو ساپورت نمیکنه پس من باید دابل باشه. دوباره کامپایلش میکنم یه ارور دیگه داره. ارورش چیه؟ دابل تو فلوت. یا این چیزی که اینجا دادی این دابله فلوت نیست. عدد دابله. ببینید داره بهتون میگه دیگه وان ارور. ارورش چیه؟ incompatible types. تایپ های حالا incompatible غیر چی میشه؟ غیر سازگار ناسازگار. مثلا میگه آقا من فلوت رو من دابل رو نمیتونم تبدیل کنم به فلوت. من اینو دابل خوندم چطوری بیام تبدیلش کنم به فلوت؟ چرا؟ چون این عدد دابله. یه اف که تهش بذارید ببینید چی میشه. درست شد. میگه این دابل نیست این فلوت. فرق دابل و فلوت هم که گفتم چیه. حالا البته یه سری فرقای پیاده سازی هم دارن ولی فرق ساده شون همینه. این اعداد رنج کمتری رو پوشش میده، این دابل رنج بیشتری پوشش میده. پس من اومدم یه عدد رو که از نوع فلوت بود ریختم توی فلوت. اگه هیچ نگه دابل حساب میکنه. مثلا اینکه بگید این دابل، خب اینم دابل دیگه. هیچ اروری هم بهتون نمیده. میره جلو. کامپایل میشه. دو تا دابل رو اینجا اومدیم با هم جمع کردیم ریختیم توی یه دابل دیگه. دابل بعد رو پرینت کردیم. اوکی با جاوا چیستیو کلکولیتور رو پرینت میکنه. این دوتا با هم جمع شده ریخته تو اینو پرینت کرد. عددش هم علمیه. عدد علمیه چطوری نمایش میدادن؟ این دوتا با هم جمع شد این مثل اینه که بنویسید ضرب در 10⁸ اگه اشتباه نکنم تو ریاضیات که همچین طولی می نوشتم. در واقع اعشارش میفته جلو. 8 تا اعشار میفته اینجا. میاد جلو. مثلا این تا اینجا. حالا همه اینو راهکار داره. پس ببینید حواستون باشه این دابله یه اف که بذارید میشه فلوت. دیگه چی داریم؟ توی اینو که داریم میگیم دیتا تایپ های اصلی یا پرایمری دیتا تایپ ها. باز هم داریم مثلا کاراکتر یه دونه کاراکتره. مثلا میذاریم first character اگه درست نوشته باشم اینطوری نوشته میشه فکر کنم یه کاراکتر. یه کاراکتر دیگه هم میسازیم مثلا second character b. حالا میگم آقا system .out.println first character رو جمع کن با second character. من اینجا first number رو با second number جمع کردم ریختم توی متغیر دیگه. نتیجهش رو این رو پرینت کردم. اینجا نه، اینجا توی هیچ متغیری نمیریزم. دوتا رو با هم جمع میکنیم نتیجهش رو میده به این فانکشن. یعنی جای دیگه نمیریزه. نتیجهش رو میده به خود این فانکشن و پرینت میکنه. حالا ببینیم چه در واقع چیزی بهمون میگه. بله این از بالا اجرا میشه دیگه. این که هیچی. اینو پرینت کرد تا اینجا. تا خط شماره 6 اینو پرینت کرد. آ رو به علاوه بی کرد شد 131. چرا؟ چون این میاد کاراکترهای اسکی رو یعنی اینا رو تبدیل میکنه به عدد و این دو تا رو با هم دیگه جمع میکنه. چرا؟ چون این جمع فرض میکنه که این ورش عدده این ورش هم عدده. خودش میاد اتوماتیک تبدیل میکنه این کار. یعنی اینکه کاراکتر تبدیل میکنه به عدد، اینم تبدیل میکنه به عدد. در واقع معادل عددیشو توی اسکی مثلا مینویسه و
پرینت میکنه 131. حالا اگه اینو چاپ کنیم ببینید اینجا دیگه چون جمع نشده، دوتا چیز با هم دیگه جمع نشده، خود آ رو میاد پرینت میکنه. اگه بنویسید آ به علاوه در واقع کاراکتر آ به علاوه کاراکتر بی میخواد دوتا عدد رو با هم جمع کنه، خودش میاد تبدیل میکنه، آ رو به علاوه بی میکنه و با هم دیگه در واقع اینا رو با هم دیگه جمع میکنه. آ رو به علاوه بی نمینویسه آ بی و اونا بعد یه کار دیگه بکنید براش، حالا میبینیم. این میاد تبدیلش میکنه به عدد، اینو میاد تبدیلش میکنه به عدد، کد اسکیش رو مینویسه و با هم دیگه جمع میکنه اینجا. و وقتی که با هم دیگه جمع کرد اون عدد 131 رو برمیگردونه. یکی از دلایلی که حالا خیلی‌ها از جاوا، حالا نمیگم میترسن ولی خب یه خورده باش مشکل دارن همینه. بچه‌ای که حالا آموزشای مثل پی اچ پی و پایتون رو دیده باشن، اونا خیلی راحت تره، اونا دیگه خیلی از این دنگ و فنگا نداره. آ رو به علاوه بی کن با هم دیگه جمع کنیم مینویسه آ بی، دو تا رو با هم دیگه کانکت میکنه. این نه مثلا یه همچین مشکلاتی داره. اونجا اصلا توی پایتون اینا اصلا نمیخواد نوع متغیر رو تعریف کنیم، مثلا بگیم این حتما کاراکتره، این حتما دابله، نه هر چی میتونه باشه. خودش در زمان اجرا میفهمه که چی باید باشه و میذاره اون چیزی که باید. اینجا نه، اینجا به این راحتی ها نیست. اینجا باید بگیم آقا مثلا این حتما اینتیجره، دیگه هیچی به جز اینتیجر نمیتونه توش قرار بگیره. مثلا فرض کن این سکند نامبر رو الان اینجا ساختیمش، نوعش هم تعریف کردیم دیگه، از این به بعد حالا میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا میخوام عوضش کنم به آ، ببین چه اروری میده، چه اشتباهی میکنه. حالا اینطوری بگیم ببین چی شد. این چیه؟ دابل. این چیه؟ دابل. این نوعش دابله. حالا من اومدم آ رو ریختم تو این، نوعش چی شد؟ چطوری در واقع شد یه عدد. چه عددی؟ عدد کاراکتر آ. بذار من اینجا پرینت کنم، بذار خود اینو پرینت کنم. system.out.println second number. الان چی باید پرینت کنه؟ بذار من اینو الان براتون اینجا پرینت کنم. عدد چند رو پرینت کرد؟ 65. ببینید از اول این شد 123، این شد یه چیزی. حالا من اومدم سکند نامبر عوض کردم، کاراکتر آ رو ریختم توش. خب این که میگه این دابله، نمیتونی کاراکتر آ رو بریزی، پس میاد تبدیل میکنه به عدد. چه عددی؟ عدد 65 که همون کاراکتره، در واقع کد اسکی کاراکتره آ. اینو پرینت میکنه. چی رو پرینت میکنه؟ 65. خب طبیعتا اینجا میاد 65 رو به علاوه فرست نامبر میکنه، میشه 188 دهم. اینو پرینت میکنه. پس ببینید تبدیل نوع ها رو خودش تا یه حدی انجام میده، ولی خب خیلی وقتا بچه‌ای که تو در واقع پایتون اینو کد زده باشن رو به اشتباه میندازن. اصلا نترسید، انقدر با هم دیگه مثالای مختلف میبینیم که کامل متوجه میشید. من دارم آروم آروم بحث رو جلو میبرم تا بتونیم در واقع حالا چیزای مختلفش رو درک کنیم. خب اینم پس از این حواستون باشه. من یه بار دیگه اون رو کلی بکنم. ببینید ما یه متغیر داریم اینجا، یه چیزی ریختیم توش، حالا اینا میتونیم بعداً عوض کنیم. مثلا ببینید ما این عدد رو ریختیم توی سکند نامبر، حالا من میخوام سکند نامبر رو عوض کنم، یه چیز دیگه بذارم، مثلا این میتونم بذارم یا کاراکتر آ میتونم بذارم، هرچی. این میاد خودش رو تبدیل میکنه به دابل. اگه نتونه ارور میده، ولی اینجا چون تونسته ارور نداده، اینو پرینتش میکنیم. فرست نامبر رو به علاوه سکند نامبر میکنیم، نتیجه رو میریزیم توی فرست سکند سام. و بعد اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ این متغیر رو پرینت کردیم. حواستون باشه این یه حافظه میگیره، این یه حافظه میگیره، این دیگه حافظه نمیگیره. چرا؟ چون قبلا اعلانش کردیم به قول معروف. دیگه حافظه نمیگیره، فقط مقدار توش عوض میشه. حافظه رو قبلا گرفته.
پرینت میکنه. خب طبیعتا حافظه نمیگیره، فقط یه کارو داره انجام میده. این دوباره یه حافظه میگیره، این دو تا رو با هم جمع میکنه، نتیجه رو میریزه تو این. پس این یه متغیر جدیده. ببینید کلا هر جا یه متغیر جدید میسازید حافظه میگیره. البته حالا یه سری استثناء هست که کاری نداریم، یه سری تکنیک ها هست که با اونا کاری نداریم. system.out print line first second sum رو پرینت کردیم. اینم که خب پرینت کرد رو صفحه نوانش حافظه ای نمیگیره. دوباره اینجا اومدیم یه متغیر تعریف کردیم، این بار از نوع کاراکتر. یه کاراکتر ریختیم توش، یه کاراکتر دیگه ریختیم توش، این دو تا رو با هم جمع کردیم. وقتی میخواد جمع کنیم میگه آقا من دو تا عددو میخوام با هم جمع کنم، حالا ببینم این دو تا رو میتونم با هم دیگه این دو تا رو میتونم تبدیلش کنم به عدد. بله تبدیل میکنه به عدد. اینو مثلا میکنه نام 65 اینو میکنه 66 و این دو تا رو با هم دیگه جمع میکنه، پرینت میکنه 131. اینجا ما یه متغیر دیدیم دابل، فلوت رو دیدیم، اینتیجر رو از قبل دیده بودیم و کاراکتر. یه سری متغیرهای دیگه مثل شورت و فکر میکنم بولین و اینها هم هست که اونها رو حالا جلوتر میبینیم. مثلا حالا بولین میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا مثلا is true، یه متغیری ساختیم اسمش رو بزنیم is true بولین. میتونه true و false بگیره. مثلا این true میتونه false بگیره. حالا اینا جلوتر در موردش توضیح میدیم چه کاربردش چیه و اینها. من حالا خیلی نمیخوام چیز کنم، خیلی در مورد متغیرها زیاده گویی کنم، ولی خب خیلی راحت در واقع میتونید در متغیرهای خودتون رو بسازید. الان ما اومدیم آقا دو تا متغیر ساختیم با هم دیگه جمع کردیم. همین اینا رو بهش میگن متغیرهای نوع اصلی. ما این سری متغیر نوع فرعی هم داریم مثل آرایه ها که در واقع مجموعه ای از مثلا عناصر پایه هستن، مثل استرینگ ها که مجموعه ای از کاراکتر ها هستن و حالا چیزایی دیگه. اونا جلوتر با هم دیگه خواهیم دید. بذارید من یه حالا این در واقع انواع پرایمری رو گفتم. پرایمری همون انواع اصلی مثلا دابل و بولین و کاراکتر و اینتیجر و حالا چیزای دیگه. یه نوع فرعی، تایپ فرعی هم بگیم استرینگ. استرینگ چیزیه که توی دابل کوتیشن مشخص میشه. مثلا می نویسیم سلام دوستان. یه متغیریه به اسم اس، نوعش استرینگه، مقدار سلام دوستان رو ریختیم توش. system.out.print lns تمام شد رفت. سلام دوستان رو پرینت میکنه. این در واقع استرینگ مجموعی از کاراکتر هاست یا آرایه‌ای از کاراکتر هاست. خب ما معمولا با این استرینگ خیلی کار داریم و حالا میبینیم دیگه ساختنش و اینا رو خیلی باش کار داریم. خیلی هم فانکشن های مختلف داره. من خیلی بحث رو نمیخوام ادوانس کنم حالا که استرینگ ها چطوری کار میکنن و اینها، فقط بدونید که خب خیلی کاربردیه. حالا خیلی هم فعلا نیاز نیست که بخوایم بحث رو ادوانسش کنیم. یه کار خیلی ساده مثلا با استرینگ ها میشه انجام داد. خود استرینگ کلا خیلی فانکشن های مختلف داره. یکی از کارهای خیلی ساده اینه که مثلا بخوایم بگیم آقا مثلا یه استرینگ داریم، یه استرینگ دیگه هم داریم، استرینگ s2 مساویه سلام دوست s2ش کنم دوستان با یه علامت تعجب. خب این دو تا فرق دارن دیگه، اس اینه استرینگ اینه. حالا میخوایم بدونیم این دو تا مثل هم هستن یا نه. میگیم آقا s1 بخشید s دات equal. چرا؟ equals s2. میخوام بدونیم آقا این دو تا مساوی هم هستن یا نه. برای که بدونیم این دو تا مساوی هم هستن یا نه میگیم آقا
اس خودش نوعش استرینگه، در واقع کلاس استرینگه. اگه یادتون باشه ما یک کلاس می ساختیم توی چند جلسه پیش و اتریبیوتش رو مشخص می کردیم. اینم همینه، اینم یه کلاسه. حالا یه اتریبیوت داره یا یه فانکشن یا یک متد تو خودش داره به اسم equals. یه رشته دیگر رو میگیره، این رشته رو با این رشته مقایسه میکنه، اگه درست باشه true برمیگردونه، بولیان برمیگردونه، اگه اشتباه باشه فالس برمیگردونه. مثلا من اینو اینجا پرینت کنم، هرچی برمیگردونه رو همینجا پرینت کنم. جاوا کامپایل، ببینید چی برگردون آخرین خط فالس. یعنی این و این با هم دیگه یکی نیستن. بذاریم مثل همش بکنم کامپایل و اجرا. بعد ببینید ترو شد. چیزی که برمیگردونه تروه. این یه فانکشنه که یه چیزی داره برمیگردونه. چی برمیگردونه؟ ترو یا فالس. حالا خیلی از این فانکشن ها ما توی جاوا داریم. اصلا هم نیاز نیست که همه اینا رو حفظ کنید. مقدمات جاوا رو بلد باشید، بقیه‌اش رو توی کار یاد میگیریم. بقیه‌اش وقتی می‌خوایم کد هدوپ بزنیم، کد اسپارک بزنیم، ترکیبش کنیم با پایتون، اونجا یاد میگیریم. فقط ما الان می‌خوایم بیسیک جاوا رو یاد بگیریم. اینکه استرینگ ها چه انواعی دارن، چه توابعی دارن رو فعلا کاریش نداریم. حالا یکیشو مثلا اینجا آوردم که آقا مثلا این استرینگ یه تابع داره به اسم equals. حالا این توش چیه؟ یعنی محتواش چیه؟ سلام دوستان، میتونید از توابع خودش هم استفاده کنید. equals s2 ببینیم آیا این مساوی این هست یا نه. اگه بود تو رو برمیگردونه مثل الان، اگه نبود مثل قبل فالس برمیگردونه. و یه عالم از این فانکشن ها ما توی جاوا داریم، خیلی زیادن و اصلا هم نمیشه به اصطلاح اصلا هم نمیشه اینها رو حفظ کرد. ولی خب حواسمون باشه که باید از اینها استفاده بکنیم. یه مثال دیگه هم حالا مثلا میتونیم بزنیم. مثلا میخوایم این دو تا رو با هم دیگه اضافه کنیم، بنویسیم. مثلا من اینجا یه چیز جدید بنویسم، بگم آقا s به علاوه s2، s به علاوه s2، ببینیم چه اروری میده. ارور نداد. چرا؟ خیلی راحت تونست این رو به این بچسبونه. وقتی میاد جمع میکنه میبینه این استرینگه اینم استرینگه، میگه خب من دو تا رو که نمیتونم تبدیل کنم به عدد، دو تا استرینگن، پس میام دو تا رو با هم دیگه کانکت میکنم. البته این کار اووررایدیه که خود زبان اجازهشو داده و کلاس استرینگ اومده این کارو کرده، ولی فعلا کاری نداریم. این یه استرینگه، اینم یه استرینگه، این دو تا رو با هم دیگه جمع کرده. جمع نمیکنه، با هم دیگه به اصطلاحش میان کانکت میکنه و بهتون ارور نمیده و عدد هم نمیده. درست شد؟ اپند هم داریم، در واقع میتونیم حالا اپند کنیم، کار مختلف، یعنی میتونیم از تابع اپند خود اس استفاده کنیم. فعلا با اینا کاری نداریم. پس ما توی این جلسه چند تا چیزی یاد گرفتیم. اینکه آقا متغیرهای ما حتما باید تایپ داشته باشن یا نوع داشته باشن. چند تا نوع اصلی داریم، مثل اینتیجر، مثل فلوت، مثل دابل، مثل کاراکتر، مثل بولیان. و یه سری انواع فرعی هم داریم که یکی از این انواع فرعی یا تایپ های فرعی استرینگه که خودش مجموعه‌ای از کاراکتر هاست. حالا خیلی نمیخوایم در موردش حرف بزنیم چرا اینا رو فرعی کردن اونا رو اصلی. ما فعلا فقط در سطح کاربردی میخوایم با جاوا کار کنیم. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.